نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. عرض سلام ادب خدمت رئیس گروه فرهنگ اسلامی و تمام اعضا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. می خواهم در درس امروز چیزی از جایگاه قرآن کریم و از اهل قرآن کریم صحبت کنم. برادران عزیز، راجع به این موضوع خواهم گفت. کتاب جاویدانی خداوند جل جلاله قرآن کریم است که برای گمراهان رهبر و در حیات مسلمین کتاب دعوت و تحرک می باشد. معجزه است که مرزهای زمان و مکان را در هم شکست و بسان مشعل فروزان بر تاریک اعصار درخشید. قرآن کریم خود دلیل و برهان گویایی بر آسمانی بودن آیین اسلام و حقانیت رسالت پیامبر بزرگ اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می باشد که به عنوان مرجع کلی عقاید، احکام، اخلاق، آداب و شعائر اسلامی قرار یافته است. خداوند جل جلاله در این کتاب آسمانی اش اصول عدالت، راه و روش‌های سعادت و دستورالعمل‌های هدایت و قانونگذاری را به ودیعت نهاده است. پایه اساسی شریعت اسلامی قرآن کریم است، چنانچه همین کلام الهی بود که افراد و جمعیت‌ها را به سوی اسلام کشاند و آنان را به سعادت و عظمت و بزرگی رساند. این قرآن کریم اولا در لوح محفوظ قرار داشت و از آنجا به آسمان دنیا فرود آمد و بعداً حسب ضرورت و تدریج آیات قرآنی بر پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل گردید. برادران عزیز، با اینکه هرگاه دقیقاً بنگریم در میابیم که هرچی زمانه میگذرد و عصرها و قرنها پیاپی می آید، محافظه قرآن کریم افزونتر شده، با اینکه مسلمین روز به روز از تطبیق و عمل به تعالیم آسمانیش فاصله می یابند. بنابراین تکلیف مسلمین و به خصوص علما و دانشمندان اسلامی و دعوتگران واقعی در این مرحله توجه جدی در آموختن و آموزاندن کلام الهی برای جمیع اقشار امت اسلامی است. چنانچه رسول بزرگوار اسلام در حدیث می‌فرمایند: خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است که قرآن را یاد می‌گیرد و به دیگران یاد می‌دهند. تا باشد که مسلمانان در بازگشت و رجوع به این برنامه جاودانی خداوند جل جلاله دوباره به مجد و عظمت دیرینه ایشان دست یابند و امت اسلامی امت میانه و وسط و بهترین امتها، چنانچه الله عز و جل فرموده: خیر امت اخرج للناس، یعنی کنتم خیر امت اخرج للناس. آن گونه که قرآن به وصفشان پرداخته است قرار یابند. بنابراین ما همه مسلمان ها مکلف هستیم قرآن را یاد بگیریم و قرآن را و احکام قرآن را و تفاسیر قرآن را، درس قرآن را به تمام عالمیان و تمام جهانیان برسانیم. برادران عزیز، به این واسطه خواستیم روزی یا وقت فرصتی درسی از قرآن کریم، درسی از کتاب الهی به خدمت شما
عرض داشته باشیم. از همه شما برادران عزیز جدا تقاضا می شود شما با همتن گوش کنید و این را به دیگران برسانید. وظیفه مسئولیت همه ما و شماست. خداوند متعال و همه ما و شما توفیق عمل نصیب کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.